ویدیو رو بفرست برای آقایون پیج تا با یاد گرفتن این ترفندها کارهای فنی رو با سرعت و دقت بیشتری انجام بدن و این ویدیو رو ذخیره کن، چون ترفنده‌ای داخلش یاد میگیری که مطمئنم یه روزی به کارت میاد. برای خم کردن و فرو بردن سر میخ داخل چوب، سر میخ رو با استفاده از 2 آچار خم کنید و در نهایت با چکش اون رو فرو ببرید. برای اتصال 2 لوله خرطومی به یکدیگر از چسب برق یا هر نوع چسبی استفاده نکنید. کافیه که سر اون رو یک قسمتیش رو شیار بدید و داخل هم دیگه پیچ کنید. با این کار کاملا محکم میشه و دیگه هیچ نشتی نخواهد داشت. اگر محل اتصال آویز چوب لباسی دچار شکستگی شد، از چسب برق استفاده نکن. بجاش بیا از لوله PVC استفاده کن. روی برشی از لوله PVC شیارهای ایجاد کنید و با حرارت کمی اون رو خم کنید و فرم بدید و در نهایت به جای محل اتصال چوب لباسی اون رو وصل کنید. به نظر من ترفنده فنی خیلی خانم و آقا نداره و لازمه که همه بلد باشن.